بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. الله الله الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله 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 الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. الله دقة. ما شاء الله. الله الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله ألم يجدك في كمان. ألم يجدك. ألم يجدك ووجدك ووجدك عائلا فأغنى. يا سلام جل الصانع. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله اللهم صل على محمد وآل محمد. الله ما شاء الله. الله 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 الله. حیف که اندونزیایی بلد نیستیم. خب آقای اذان خیلی خوش آمدید از کشور اندونزی. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير الأسماء یا رحمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 يا رحمن الله الله. اللهم ارحمنا يا رب. نفس العلامة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. الله الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. الله اتخذت بيتا. طيب. اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الله
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فتح الله عليكما أحسنت وبكما ولكما. أحسنت آفرین. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. Nama saya با زبان Ahmad Azka Fuad. آقای Saya biasa dipanggil این Azka. اسمش آقای Dan ini ازکا anak saya Muhammad با Zian آقای Mahrezi. بچه یعنی پسرش Kami dari آقای Bima, زیان Provinsi Nusa از Tenggara شهر Barat, بیما Indonesia. اندونزی. ما شاء الله. راجع به ماه مبارک تو اندونزی خود برای ما حرف بزنن، سفره های افطار و آنچه که در جمع مسلمانان اندونزی اتفاق میفته. Sebelumnya dari Indonesia ماه رمضان مبارک. ما اندونزی ها فرهنگی داریم که saudara-saudara kami yang ada di مقابل Iran. ماه رمضان Jadi مثلا di ما Indonesia kami punya tradisi شهر bulan رمضان Ramadan. سحور یعنی Yaitu سحر جمعی berjamaah یا bersama keluarga. با هم kemudian بخوریم یعنی شهر با هم بخوریم. menunggu berbuka یکی دیگه puasa. ما هم Kami افطار di جمعی Indonesia disebut ngabuburit. در فرهنگ ما داریم Jadi که tradisi ما ngabuburit ini به memang sudah اسم ada sejak ngabuburit lama di یعنی Indonesia. یکی فرهنگ Ngabuburit اندونزی tradisi دنبال menunggu افطار ما با waktu هم buka میخوریم. puasa. خب محفل رو دیدن سال گذشته؟ محفل تو اندونزی دیده شده؟ Iya, di Indonesia kami بله ما menonton تماشا میکنیم ada در beberapa, اندونزی یک برنامه kelompok qari yang محفل. memang اندونزی ها خیلی دوست دارن این برنامه ها رو. اساتید ما رو که حتما میشناسن. iya, terutama Syekh Zakir Nejat. أنا أخاف جدا شيخ لأن أنا أقرأ القرآن أمامك. خب اینو دیگه متوجه شدیم دیگه، به عربی گفتن من ترس دارم از اینکه جلوی آقا حامد بخونم روبروی حامد حق داره بخونم. ترسو چیز یعنی ترسناکم. نه وحشتناک. أقول أستاذ ممكن يسمعنا شعر. أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله ما شاء الله. في الأحيان أحمد في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الله الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله 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 الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني طبعا بالشعر العربي سمعناه باللغة العربية، وهنا نشير أن هذا الشعر هو لجد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد المطلب، عندما أتوا به ولدته أمه فسر عندما رآه وقال الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطاهر الأرداني. احسن. یه تصویری از اندونزی تو فضای مجازی اون هم خیلی دیده شد، یک تجمع عظیم ضد صهیونیستی. میخوام که بله الان دارین میبینین تصاویر تجمع عظیم ضد صهیونیستی در اندونزی رو. میخوام نظر آقای اذان رو بدونم با توجه به این که میدونم خود ایشون هم تو این قصه فعالن، بیش از 2 میلیون نفر در این تجمع شرکت کردن. شيخ أذان شيخ أذان انظر إلى خلفك. Lihat ke belakang ada satu Look this, look. video dari Indonesia yang Iya. Kami di Indonesia Yani sejak mo awal memang konsisten mudawim ya. ke himayat Palestin mendukung Indonesia as Palestin. awal tukholo Kami mudawim Indonesia adalah himayat mardum Islam Palestin dengan populasi terbanyak di dunia. حامی مردم Kami فلسطین با همه sejak ظلمات lama ها که konsisten اسرائیل selalu kami mendukung Palestina. لعنتش میکنیم. حالا این آیه‌ای که خود پدر خوندن، آقای اذانن؟ بله آقای اذان. آقای اذان خوندن این آیات سوره مبارکه عنکبوت رو که خوندن، خب مهمترین لشکری که علیه اسرائیل صهیونیست در حقیقت عمل میکنه در قرآن، خود قرآن گفته فآتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از یه جای خدا به اینا حمله میکنه که فکرشو نمیکردن. چی؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، در دل اینها رعب ایجاد. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، زدن خونه ها خودشونو با دست خودشون و دست مؤمنین خراب کردن برای اینکه ما نگیم این مربوطه به تاریخ اسلامی. میگه فاعتبروا یا اول الابصار. در حقیقت این قاعده است، قاعده ترس در رژیم صهیونیستی. اون موقع این آیه هم همینه که کسایی که از ملت‌ها و دولت‌ها دارن خوشرقصی میکنن برای این رژیم منحوس، اینها کسایی هستن که خلاصه اینا من باب همین آیه که مثل العنکبوت اتخذت بیتا، اینا یه خلاصه و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. این نمیدونم این خونه‌های عنکبوتی رو تو جنگل دیدید یا نه؟ بزرگاشو اصلا آدم وحشت میکنه نگاه میکنه، ولی با یه ناخون میشه تراشیدش، یعنی از بین میره اینا. حالا من اول یه شعار از این ملت بگیرم از تماشاش، بعد اون پیشنهادمو به سرعت میدم. یه پیشنهاد خیلی آقا مشتا گره کرده. خیبر خیبر یا یهود جیش محمد سوف یعود، خیبر خیبر یا یهود جیش محمد سوف یعود، خیبر خیبر یا یهود جیش محمد سوف یعود، خیبر خیبر یا یهود جیش محمد سوف یعود. احسن. خب حالا پیشنهاد همین این آیه‌ای که خونده شد که آیه 41 سوره مبارکه عنکبوت هست، این آیه رو عزیزان پدر پسری پدر دختری هر جوری فکر میکنن از خودشون فیلم بگیرن، این آیه رو برای برنامه محفل حتما بگیرن. یه دونه فیلم سلفی که دارید خودتون با پسرتون، خودتون با داداش کوچولوتون، خودشون با خواهرتون، به یه فضای خیلی خودمونی، این رو همه بگیرن، این رو به عنوان سلفی این آیه 41 سوره عنکبوت رو بگیرن به صورت سلفی و برای برنامه محفل بفرستن. انشالله این پویش رو اگه ما بتونیم بین المللیش بکنیم و از جاهای مختلف دنیا بفرستن، واقعا یک هولی برای از بین بردن رژیم صهیونیستی و قذف فی قلوبهم الرعب انشالله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الله وإن
أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الله نعم. الله الله. لو كانوا يعلمون. الله. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الله الله. يا سلام. حضور آقای اذان به همراه پسرشون شاید فقط